وقتی بی‌حجابی میشه بارونا قطع میشه. در صورتی که من تو روایات گشتم هیچ چیزی ندیدم. خیلی هم دلم میخواد پیداش کنم بگم آقا اینی که گفتی ببخشید من نشون بده. من نشونت میدم که چطور میشه بارون قطع میشه. امام صادق و امام باقر دو تا چیز باعث میشه که آسمون دیگه نباره. یک، خیانت قضات و فساد دادگستری و قاضیا. دو، ظلم امرا و رئیسا. اینا باعث میشه که کاری با بی‌حجابی و لخت و اینا نده. ولی اگر برای این بود پس تو خارجم باید مثلا دیگه همه مشتگی چشیدی. چرا بی خودی حرف مفت میزنی؟ رود نمیشه به قاضی ها حرف بزنی؟ میخواین بارون بیاد دادگستریتون رو درست کنید، قاضی خائن رو گردن بزنید، وکیلی که راه نشون میده به عالم دزد گردنشو بزنید، رئیسی که ظلم به مردم میکنه پشت میز نشسته فرعونی عمل میکنه اینو گردنشو بزنید. به امام حسین سیل میاد. چرا دروغ میگیم؟ چرا توهین فهم مردم میکنیم؟ راستشو بگید. اینقدر که آبروداری برای حکومت و دولت میکنیم، چرا آبروداری از دین نمیکنیم؟ یه عده از جوونا بیدین شدن به خاطر این حرف زدن های ما. بعد اینجوری حرف میزنن. بله، بی‌حجابی اثرات منفی خودش رو بگو داره. بیشترین ضررش هم این خانم خودش میبره.